یا گایز چطورید بچه ها؟ من امیر هستم. اینجا چنل امیر تجاری. خیلی خوش اومدین به یه ویدیو، یه اولین ویدیوی چنل ما و یه مهمون ویژه داریم. اول از همه بدون اینکه بگم فکر نکنم کسی هم بشناسش. حالا تو ویدیو نیاوردیم، یه چند ویدیو گرفتیم می‌خواستیم بیاریم ولی یعنی یوتیوب کلا انگار با ما مشکل داره و دیگه همین. فعلا بریم، من مهمونم هم بهتون معرفی کنم. قبل از هر چیزی لایک و ساب فراموش نشه، زنگوله رو هم بزن که هر وقت ویدیو جدید آپلود کردم سریع نوتیفش برات بیاد. بریم مهمونمون رو ببینیم. آقا جان ما می‌خواستیم ویدیو رو بگیم، امیر عباس یهو گفت نمیاد. اومد. یو گایز چه خبر؟ چطوری در بچه‌ها امیرم اومد. این اسمش امیر عباسه، فامیلش کالباس. تو روحت بچه یه چرت و پرت زیاد. آره من کم دارم. آقا اومدیم ویدیو بگیریم. ویدیو رو من براتون توضیح نمیدم، میدم امیر عباس توضیح کنه. امیر عباس داش اینجا این ویدیو رو دوربین رو بگیر تو بده. دوربین مو درست کنم. آقا اجازه بده. بگیر دوربین. اجازه بده. برو زیر که برای بچه ببینید ما چالشمون به این طوره که من و امیر حسین میخوایم چالش پنالتی زنی بریم و هر کم که بتونه از 5 تا بیشتر از 2 تا رو گل کنه یا کلا با اختلاف بیشتر برنده بشه برنده است. بدون معطلی برو بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. داشتم این بیشتر. خب آقا ما بریم دیگه ویدیو رو شروع کنیم. فعلا آقا من اینم سریع بگم، حتما لایک کن، سابم فراموش نشه، زنگوله رو بزن، کامنت هم بذار. فعلا تا ویدیو دیگه بدرود. آقا ما جای دوربین هم مشخص کردیم. بچه‌ها اول سنگو از قیچی کنیم ببینیم کی شروع. کی اول شروع می‌کنه دیگه؟ بریم. سنگ. آقا بیا عقب‌تر، ما تو دوربین بیافتیم. صدا نمیاد. بچه‌ها بعدش میگیم که کی سنگ آورده واسه چی کنه. سنگ کاغذ قیچی. من سنگ آوردم همین قیچی. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ. دو ایست من. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. بیا اینجا. اول من میزنم. ما رفتیم. برو بابا بده من. آقا برو کنار. ها چطور؟ بچه اون دری که اونجا میبینید دروازه ما است. دروازه نیست، دروازه است. دوره، خیلی دوره. آره خیلی دوره. بعد اینم که توپ ماه مشاهده میکنه که میره تو صورت همین آقا بی‌تریه. بچه‌ها خب رازنه شروع کن. اولا داشتم بچه‌ها من اصلا گلری بلد نیست. الکی میگه بچه‌ها. چند سال گلری میره. اوکی آجی شروع کن. خب بچه‌ها شانس گرد ما اولی هم گرفت. امیر با تشکر. آقا وایسا یه لحظه بچه‌ها نگاه کنید. فرض میکنیم این تیم استقلال آخری پرسپولیس. فرض میکنیم این بازیکن‌ها استقلالن، این دوتا این آخری پرسپولیس. اوکی الان این خالد آبادیه. نه آقا نگو شب پرسپولیسی باشه. من بذار باشه مدرک. این خالد آبادیه. آقا شما سابسکرایب کنین، داره چرت و پرت. نه این بیرانونده. خب ایشون بیرانونده، این میره پایین. این خالد آبادیه میره پایین و اینم حسینی، درست؟ اینم میره پایین. ولی حالا بیرانوند کجا در میاد؟ بیرانونده که نشون دادیم اینه. اینجا در میاد. آقا ولش کنید بچه‌ها، داشتیم باهاتون شوخی می‌کردیم. البته با عرض پوزش از تمام پرسپولیسی‌ها. راست میگه آدی ناموسن. شما لایکتون رو بکنید، سابتون رو بکنید. لایک کردن با ما خیلی ناموسن حمایت بزرگی میتونید عمل بکنید. من برای پنالتی بزنم به والله گل همیشه کنم. همین من دوربین اون گوشه است دیگه. نه من یه جا دیگه نگاه می‌کنم. دقیقاً دوربین اون گوشه اون. من پنالتی بزنم جونش من. فکر کن داره باز بشی. بچه شروع میکنم. 1 2 3 آماده گل. خراب کردم. بچه‌ها 0-0. 5 تا پنالتی داریم که هر دومون اولیش رو اون کاریه داشیات. بزنم. آروم بزن دیگه.
داش امیر گلر بخوریدش. تو من دروازه‌بان بازیکن خیلی گندم. نه داش ارادت دارم خدمتت. کوچیکمی. به خدا خاطر بزنم؟ آماده ای؟ باز من حداقل چارچوب دارم همین. من بلد نیستم. شما تو کامنت ها بگید آقا من توپ من من تو توپت نشستم بگید باشه من خدای پنالتی زنیم بهتری یا امیر همه بگید ناموسن امیر من زدم تو چارچوب نبود هر دومون امیریم دیگه. آره آقا این امیر تجره آره به انگلیسی بنویسید. من امیر خوجر من نه خفه شد. من امیر ال اس ام. امیر کاجی برو بابا ال اس. ال اس اصلا یعنی چی؟ مخفف نه خفه شد. مخفف کلمه لایت اسپید. لایت اسپید هم یعنی سرعت نور. شروع میکنیم بیسمیلله الرحمن الرحیم. حالا بچه که بگید من امیر تجرم و حالا بعدا داخل یه ویدیو کوتاه براتون توضیح کنم و اول میگفتیم من حالا بچه امیر تجرم و بعدا یه فیلم کوتاه میسازم میذارم تو یوتیوب بعد چیزا براتون توضیح میدم بچه طوری که من شما رو میبینم دوربینه طوری که شما منو میبینیم منم پلی کن برو بریم آقا اینو گلش میکنه گله گل نمیشه بچه ها هر دومون سومین پنالتی همون هم زدیم. گل نمیشه امیر وقتی امیر جان تیار خوبیسته؟ نه معلومه. این هم میارم جلو دوربین معلوم شه. آرزو سعید. چه اینه که میگیرم سر چه گلش کرد گل امیر ادیتور این جایی که ما فوش میدیم و سانسور کن امیر ادیتور جان این پیام اومد برای ما بعد فوشایی هم که میدیم سانسور کن امیر برو امیر بگو منم. به من چه برو گمشه اینم خب تو چندمی زدی؟ چهارمی رو زدی؟ آره من بریم که 3 دقیقه بیشتر نیستا بریم 1 2 چجوری میگیری؟ چجوری میگیری؟ آجی اینو گل کنی تمومه بچه من واقعا بازی کنیم گند و این لطف خدای متعال است. خفه شو بابا بیا برو کنم جواد عزتی شدی؟ جواد عزتی اگه داری این ویدیو رو میبینی لایک کن بیاد بازرگان محله میبینی اون که بابا تو رو میبینی. سر ما رونالدو مسی پیشمون درس میگیرن. پلی کن ادیتور داداش آهنگ سوسماس رو پلی کن سوسماس بزن پنجمی هم کنم زد. نه من پنجمی رو بزن من پنجمی زدم کارتم. گلش میکنم من اینو من هیچی بچه ها هر کی بود من اگه فوش بد بود من فوش گذاشتم. بریم بچه های عزیز بنویسید بجزم بریم امیر یه ضربه دیگه امیر یه ضربه آقا من یه ضربه دیگه میزنم برو حرکی بگیر. آقا من یه ضربه دیگه میزنم بچه پس من هم شد دیدم. باش امیر برد نه شوت من بوده. آقا بلش کنید بچه ها امیر برد واقعا از این بابت متاسفم که یه اوبی چی؟ شمال آجی ناراحت نشی. بفرمونه آجی شمال خیلی گرمه ولی این بازی هست ویدیوها همه شونو بده به درک داداش فقط خودم خودت
اوکی دیگه بچه ها. وایسا یه لحظه وایسا. بچه‌هایی که دارن این ویدیو رو نگاه میکنن، ادیتور اینو سوسماس نذاری. بچه‌هایی که دارن این ویدیو رو نگاه میکنن همه به جز ما، خب فقط ماییم. خب اوکی. هم به این بچه‌هایی که دارن ویدیو رو نگاه میکنن میگم فقط ماییم. من و امیر و شما که دارین میبینید، بقیه همه ادامون دارن. سوسماسو بزن. ببین 2 تا ادیتی هم بزن. ادیتور من خودمی. بوس به کله آقای ادیتور که نیستی، خانم ادیتوری، ولی دمت گرم. بوس به کله کچلت. ویدیوهای الکس شاد احمد لکسر که نمیبینید برید چنلشون رو حتما کنید. داخل دیسکریپشن نمیذارم چون من بلد نیستم. میدونم ولی آجی. خب بچه ها از طرف امیر کاری ندارید. خداحافظ. امیر داداش خداحافظی تو بکن. امیر خداحافظ. تا ویدیو دیگه میبینم. امیر داداش یه لایک هم نشون بده دیگه. بگو لایک ساب. لایک فراموش نشه. یه 2 ثانیه بیشتر وقتتون نمیره. بیاین پایین یه دکمه اینجوری است، اونو بزنید. همون بعدش هم یه دکمه قرمز رنگ است، یعنی ساب نکردید، اونو بزنید خاکستری بشه. خب دیگه بس خداحافظ. موقع ما ساب کردید واسه ببینم با اون زنگوله بی پدر بغلش هم بزنید حتما بزنید و بذاریدش روی آر که هر وقت ویدیویی که گذاشتیم نوتیفش اولین کسی باشید که ویدیومون برق. آره من یه بار ویدیوی هامیکیه ما اولیشو دیدم. اولین بار. اوکی بچه بعد من چرا دستم جوری دور میاد. خب لایک و ساب اصلا فراموش نشه. کامنت انگلیسی هم فراموش نشه که صاحبتون